چراغ‌ها رو ما اندازه گیری کنیم. اما قبل از اینکه این کارو کنیم باید یه نکته خیلی خیلی مهم بهتون بگم. اونم که وقتی ما راجع به نور پردازی صحبت میکنیم ممکنه که هر کدوم از این سه تا عاملی که دارم نام میبرم، سه تا مدلی که دارم نام میبرم توش باشه. یک مدل نور پردازی داریم بهش میگن ambient lighting. ambient lighting این اولین مدل نور پردازیمون میتونه باشه. البته نمیتونم خیلی بگم دسته‌بندی خاصی براش در نظر بگیرم، ولی به هر حال بدونید که این جزء یکی از این دسته‌های مدل نور پردازی است که ما انجام میدیم. یه دونش هست که تاسک لایتینگه و آخرین مدلمون اکسنت لایتینگه که به این مدل استاتیک هم میگن یا مثلا زیبایی. حالا اینا چی هن؟ این ستایی که دارم بهتون میگن داستانشون چیه؟ بچه دقت کنید، یه وقتایی هست وقتی که راجع به ambient لایتینگ صحبت میکنیم یعنی نور محیطی، نوری که یعنی شما در یه حدی به یه فضای نور بدید که فقط یه درک کلی راجع به فضا داشته باشید. یعنی مثلا اگه که من بیام وارد این فضا بشم بدونم صندلی‌ها کجان، چه تعداد آدمی وجود داره و نخورم به در و دیوار موقعی که میخوام جایی رو پیدا کنم یا وسیله‌ای رو. یعنی به طور کلی یک شناخت کلی از فضا به من میخواد بده. لازم نیست که میزان زیادی باشه چون قرار نیست کار خاصی انجام بدم، فقط قراره توی اون فضا یه درکی از فضا پیدا کنم. این میشه ambient لایتینگ. این یه مرحله پس از نوره. وقتی راجع به تاسک لایتینگ من صحبت میکنم بچه‌ها یعنی نور برای انجام کار. تاسک لایتینگ یعنی باید میزانی باشه که من با توجه به عمل کردی که اون فضام داره بتونم تحت اون نور کار مناسب رو انجام بدم. پس اینم خیلی برای من مهمه. در واقع اصلا مهمترین نوری که ما میخوایم راجبش صحبت کنیم و اصلا چیزی که ما میخوایم تو این درس اندازه بگیریم و براش چراغ بذاریم تاسک لایتینگ، نور برای انجام کار. و مورد آخر که بهش میگن اکسنت لایتینگ یا استاتیک لایتینگ، نور پردازی برای زیبایی یا برای تاکید. در واقع یعنی چی؟ بچه‌ها من یه قسمت فرو رفته‌ای دارم تو دیوارم، ممکنه که یه مثلا مجسمه گذاشته باشم، ممکنه یه تابلوی زده باشم به دیوار، ممکنه کتابخونه‌ای داشته باشم، ممکنه اصلا یه المانی ستونی توی اون فضا باشه بخوام اونو نور پردازی کنم. پس برای زیبایی دارم نور میدم، برای تاکید روی یه چیزی میخوام بهش یه شخصیتی بدم، فقط هم عمل کردش اینه، یعنی من خودم کاری انجام نمیدم، برای اونه. پس اینو بهش میگن اکسنت لایتینگ. این دوتا قانونمند خیلی میتونن نباشن، یعنی میتونه به آرت بیشتر ربط داشته باشه، مخصوصا این یه دونه یعنی هنر من که من میخوام چی کار کنم، یه جاهایی رو بولدش کنم، یه جاهایی رو روش تاکید بیشتری یا کمتری بذارم. پس این میتونه خیلی هنری باشه، میتونه خیلی پیرو قانون نباشه، حتی رو رنگ نورش، حتی روی کالر رندرینگ ایندکسش زیاد قانونی میتونیم رفتار نکنیم. روی امبینت لایتینگ هم همینطور، روی اینکه میزانش یه ذره کمتر باشه یا یه ذره بیشتر باشه خیلی میتونیم فرقی قائل نباشه، یا رنگ نورش چه رنگی باشه. میتونه رنگ نوری که اینجا میذارم قرمز باشه، میتونه آبی باشه، میتونه بنفش باشه، ولی میزانش کمه. پس برامون مهمه که انرژی زیادی مصرف نکنیم برای امبینت لایتینگ. هدف اینه اصلا. اما تو تاسک لایتینگ هدف اینه که عمل کردی رو شما داشته باشید و فعالیتی رو انجام بدید. پس خیلی مهمه که میزانش درست باشه، کالر رندرینگش درست باشه، اون معیارهایی که گفته بودیم هفته گذشته تو اون جدوله با اینا باید چک بشه. مخصوصا میزان روشناییش با توجه به عمل کردمون و فضا باید یک میزان روشنایی کاملی داشته باشه. پس این رو ما میخوایم بررسی کنیم. ما الان نور پردازی که داریم میکنیم بر اساس تاسک لایتینگه، اوکی؟ و من معمولا وارد فضایی میشم اگه اون 3 مرحله رو حذف کرده باشه، یکی از مراحل رو جا انداخته باشه توی نور پردازی، معمولا میگیم انگار نور پردازی با کیفیتی انجام نشده توش، یا اصلا نور پردازی انجام نشده، فقط نور داده شده بهش، اوکی؟
پس این مهمه که شما این 3 تا استیج رو داشته باشید. حتی با قابلیت دیم یا دیمینگ بتونید این دوتا رو تلفیق کنید، این رو هم میشه. اوکی، مشکلی نداره اگه این دوتا رو تلفیق کنید، ولی مثلا اینو جایی گذاشته باشید. مثلا اگه من میخواستم این کلاس رو نور پردازی کنم، قاعدتا اینا رو دیمبل مثلا میکردم که اینا نور کافی رو برای درس داشته باشن، در این حال کم بشه وقتی که نیستیم، ولی در حدی بشه که ببینیم یه چیزایی. مثلا وقتی که داریم از ویدیو پروژکتور مثلا استفاده میکنیم، در عین حال برای اکسنت لایتینگ من روی دیوارها یه سری نورا مثلا مثل پیکچر لایت میذاشتم که وقتایی که ما برای ارائه پروژه هامون میخوایم که از اون نور استفاده کنیم، مثلا شیتی رو به دیوار میزنیم یا کاریمون رو میخوایم ارائه کنیم، بتونیم از اونم استفاده کنیم. این میشد یه نورپردازی درست برای کلاس درسی که به در دانش آموزای معماری میخوره. پس اینو من میداشتم. حالا ما اینو نداریم، میخوایم بریم سراغ تاسک لایتینگ. ما میخوایم الفبا رو یاد بگیریم. اما قبل از این رو یاد بگیریم بچه‌ها، یه ویدئویی امروز تو گروه گذاشته شد. خب این ویدیو از یه وبسایتیه که من آخر کلاس میخوام بازش کنم براتون. در واقع ما میخوایم بچه‌ها برای اینکه تاسک لایتینگ رو انجام بدیم از روشی که اسمش هست لومن متد لومنه استفاده کنیم. این فرمولی داره که من میخوام یاد بگیرم به وسیله فرمولی دستی تعداد چراغ رو محاسبه کنم. تنها فرمولی که تو دنیا وجود داره بر محاسبه تعداد چراغ به صورت دستی همینه، یعنی چیز دیگه ای وجود نداره. به غیر از اون من یه اپلیکیشن که نیست، یه وبسایتیه بهتون معرفی کردم که شما به صورت آنلاین میتونید همچین کاری رو که داریم به صورت دستی انجام میدیم توی اون انجام بدید، که اون برای خونتونه. توی خونه اگه بخواید کاری رو انجام بدید میتونید از طریق اون انجام بدید که اون رو آخر کلاس با هم دیگه بررسی میکنیم. اوکی، پس بریم سراغ لومن متد. توی جزوه‌تون دوستان براتون شماره گذاری شده و مراحل در واقع محاسبه تعداد چراغ گذاشته شده. توی مرحله 1 گفته شده با توجه به نوع کاربری فضا چیکار کنید؟ میزان روشنایی رو پیدا کنید. در واقع یعنی چی؟ یعنی بچه‌ها من کلاس درسه، یه جدول دارم، بذارین رو روشن کنم که ببینید. یه جدولی هم به صورت دیفالت برای شما گذاشته شده. باز نکرد. جزوه خودتونم باز میکنم که اینو ببینید. بچه‌ها ما اینو داریم. اوکی، اینه یه کلاس 127 تشریف ببرید. خواهش یه بچه جدول اینجا هست. حالا شما این جدول رو لازم ندارید، من یه نمونه براتون گذاشتم. شما میتونید گوگل کنید اسم فضایی رو که دارید با توجه به کاربرتون. اما اینجا این جدولی که گذاشته یه جدول کلی گذاشته، از 50 لاکس گذاشته تا 2000 لاکس. بعضی منابع بچه‌ها این عدد رو به جای لاکس گذاشته فوت کندلا. خب یه مقیاس آمریکایی طور میشه، بر این اساس به جای لاکس میتر میشه اون فوت کندلا، بر اون اساس گذاشته. خیلی فرق نه، یه صفر اینا کمه، فقط توی اونا یه صفرشون کم میشه، عددشون اینطوری خونده میشه. مثلا به جای 50 لاکس 5 فوت کندلا خونده میشه اون، ولی همینه. اما بچه این به طور کلی یه سری عدد گذاشته. مثلا کمترینش رو برای مثلا چه جور فضایی گذاشته؟ فضای دسترسی، مثلا فضایی که مثلا چه میدونم چی بهش میگن، موتورخونه‌ای که مثلا فقط توی راهرو دسترسیش دارید شما حرکت میکنید توی راهرو، از اینجور چیز. حالا بیاد مثلا یهویی میرسه به 300 میشه ورکشاپی که برای کارهای بزرگ هست، یا مثلا 500 برای مثلا آفیس ها، اداره هاست، یا 700 برای اتاقای طراحی. میبینید داره هی میزان روشنی افزایش بده. 2000 برای جایی که مثلا مثل کارخونه هایی که دارید قطعات کوچولو رو اسمبل میکنید، مثل میکروچیپ های مثلا کامپیوتری و از اینجور داستانا.
یا اتاقای جراحی. پس میبینی با توجه به ظرافت کاری که دارید انجام میدید لاکستون ممکن افزایش بده. شما در واقع پس کاری که باید بکنید اینه که اصلا کاربریتون رو سرچ کنید، گوگل کنید کجا رو میخواید نور پردازی کنید، کاربریش اتاق خواب، آشپزخونه هست، کلاس درس، هر چیزی هست، گوگل میکنید و ایلومیننس لولش رو به لاکس مشخص میکنید. اینو من باید چیکار کنم؟ در واقع پس توی اون لیستی که به شما داده شماره 1 استپ شماره 1 ایلومیننس لول که با علامت اختصاری ای نشون داده شده. اوکی؟ پس میزان روشنایی و به لاکس هم هست، میشه میزان روشنایی. اینو باید پیدا کنیم. پس اینو خودمون کاری باش نمی‌کنیم. مرحله 2 بچه، مرحله 2 انتخاب نوع چراغ. انتخاب چراغ بنویسم. یعنی چی مرحله 2 انتخاب چراغه؟ چی شد؟ ما کلاس درس رو نگاه کنید بچه، مدل چراغایی که روی سقف کار شده رو ببینید. ببینید شکل و شمایلش رو. چی به شما داره میگه علاوه بر شکلش؟ چی رو میتونید از توش ببینید وقتی نگاش میکنید؟ چه اطلاعاتی به شما میده؟ این مدل چراغ میگه فضای عمومی داره. خب دیگه شما تو خیابون هم مثلا پشت ویترین یه مغازه یا این چراغا رو گذاشته باشه، برای یه سری اطلاعات باید از خود چراغ استخراج کنید. یکی از واضح ترین چیزایی که الان من بهش نگاه کنم میفهمم چیه تو این چراغ؟ اون لامپشه که نور سفید داره. تعداد لامپش چراغه. یکی از مهمترین چیزایی که به من میگه تعداد لامپ دوستان، که خیلی هم مهمه. شما وقتی میرید با توجه به کاربریتون چراغ نگاه کنید، آیا شما میرید یه دونه لوستر کریستالی برای این کلاس انتخاب کنید؟ معمولا میرید چراغی که به یه همچین فضای آموزشی میخوره انتخاب میکنید. توی این سبک و سیاقه. حالا ممکنه مثلا بعضی هم شکل آویز داشته باشن، هرچند که چون اینجا تایل کار شده ما باید بین تایلا مثلا بذاریم، میریم توی این سبک و سیاق میگیریم چراغی رو که دارم انتخاب کنم. حالا من موقعی که دارم انتخابش میکنم ممکنه چراغی انتخاب کنم که به جای 3 تا لامپ توش 2 تا بخوره، ممکنه 4 تا لامپ توش بخوره. اوکی؟ پس این به من میگه که تعداد لامپایی که توی این نوع چراغ میخوره چجوریه. هر فضایی هم متفاوته. شما برای اتاق خواب خودت میخوای بری چراغ بخری، ممکنه بری یه لوستر آویز بخری که مثلا 6 تا شعله داره، رو هر شعله 2 تا مثلا لامپ داره. یا نه اصلا ممکنه بری یه چراغ مدرن بخری برای اتاقت، ممکنه بری یه چراغ سقفی بخری برای راهروت یا برای سرویس بهداشتی. اوکی؟ پس هر کدوم از اینها ممکنه که به هر شکلی انتخاب بشه. پس من با توجه به انتخاب چراغی که میکنم میتونم یکی از مهمترین عواملی رو که بفهمم چیه تعداد لامپ باشه. مطلب دومی که میفهمم اینه که بچه‌ها من که نگاه میکنم به این میفهمم که من توی این چراغ نمیتونم لامپ گرد رشته‌ای بذارم، که میتونم از این LED کوچولوها میتونم بذارم توی این چراغ؟ نه دیگه. نوع لامپش هم مشخص میکنه. وقتی که شما چراغ رو مشخص میکنید نوع لامپتون هم محدود میشه دیگه، نمیتونید توی هر طیفی برید بچرخید. اوکی؟ پس بچه‌ها در واقع یه تعداد لامپ داریم، یه دونه نوع لامپ داریم. اون نوع لامپ علاوه بر شکل و شمایلش، یادتونه هفته پیش گفتم 3 تا ویژگی مهم دارن لامپ ها که برامون از همه باید مهمتر باشه. آوتپوتش دیگه، پاورش و افیکسیش، کارایی. حالا من از آخر به اول دارم می‌نویسم. وات بنویسم، توان دیگه ننویسم وات، که بعد واحدشون رو بنویسم. توانش و شار نوریش. کارایی واحدش بود لومن بر وات، توان واحدش بود وات و شار نوری بود لومن که با اف نشون میدنش بچه ها. اوکی؟ پس
بذار اینم رنگی بنویسم، میخوام براتون خیلی مایه بذارم. اینا که تو جزومون این توی فرمولمون میاد رو میخوام رنگی بنویسم. F یا شار نوری، اینم بنویسم E که تو فرمولمون میاد و تعداد لامپمونم N کوچیک. اوکی؟ اینا علائم اختصاری هستند که تا اینجا توی فرمولی که داریم برای تعداد چراغ دیده خواهند شد. اوکی؟ پس من اینو دارم، تعداد لامپو دارم و نوع لامپمونم. ببینید الان مثلا توی این چراغ من میبینم که 3 تا لامپه، پس تعداد رو فهمیدم، جای N میتونم بزنم و بعد گفته نوع لامپو میخوام. نوع لامپ من گفتم این 3 تا ویژگی برامون مهمن، اما اینو نشون دادم که تو فرمول میاد. میبینید F واسه شار نوری چیزی که تو فرمول ما میاد. لومنمون یعنی ما اگه یادتون باشه جلسه پیش راجع به این صحبت میکردیم که لامپا لومنشون و وات چجوری با هم دیگه کار میکنن و گفتیم وقتی بگیم مثلا یه لامپ 40 وات داریم که کاراییش 60 لومن بر واته، لومنش میشه 2400. اوکی؟ و گفتیم حالا اگه برعکسش کنیم بگیم یه لامپی داریم که این دفعه مثلا 60 واته اما کاراییش 40 لومن بر واته، بازم شار نوری شده 2400 اما به کار ما نمیاد. این چیزی که دارم میگم اینه بچه‌ها، دارم میگم 60 وات لومن بر واتش 40 لومنش، این دوتا رو باید با هم ضرب کنیم میشه 2400. حالا اگه من یه لامپی بخرم 40 وات اینور ولی باید باشه 60 کاراییش بازم 2400. اما ما قرار شد کدوم رو بخریم وقتی میریم انتخاب کنیم؟ کدوم لامپو بخریم؟ چرا؟